بحث اصل اینه که خانم‌ها خودشون یه جوری بار اومدن که نتونن خودشونو در برابر اینجور ظلما محافظت کنن. بهشون آموزش داده نشده که نه تو مدارس، نه تو جامعه، نه تو خانواده. چه آموزشی بچه‌ها بهمون دادن؟ آموزش بهمون دادن مدیریت بحران هستن بهمون یاد دادن. زندگی اون یه اتفاقی بیفته بهمون یاد دادن چجوری مدیریت کنیم. تو مدرسه فقط کسشه، تو جامعه فقط کسشه. هیچکی بهمون یاد نداد که بابا راه روش زندگی کردن چجوریه، محافظت از خود چجوریه. بچه‌ها اشتباه بزرگ اون خانم‌ها یا حتی فرق نمی‌کنه جنسیتش نکنیم. اشتباه تمام آدمایی که همیشه ادعا دارن که مثلا ما مهربونیم. علل خصوص مثلا خود منم اینجوریه. من همیشه نظرم اینه که من خیلی آدم خوبیم، من خیلی مهربونم، من همش عشق میدم بهشون. پس چرا دارم ظلم می‌بینم؟ برای اینکه حقمونه بچه‌ها. همون عشق و محبت رو بعد خودمون میدادیم. میدونی اگر همون عشق و محبت رو به خودمون میدادیم باعث پیشرفت خودمون میشدیم، باعث رشد خودمون میشدیم. به جای اینکه این همه اون رو شاخ کنیم، به جای اینکه این همه اون انرژی، اون عشق رو به آدمای آشغال دور و برمون بدیم، به خودمون ندادیم. از خودمون جا موندیم، خودمون پایین موندیم، اونا رفتن بالا، بعد همونا به ما ریدن. میدونی هیچ وقت دیر نیست. از اول شروع کنیم بچه‌ها. اول خودمون دوست داشته باشیم، اول به خودمون عشق بدیم.